ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار 18 را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمن اعظم صدقی پیرهی قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. شبی تاریک باد از جانب قبله خیست. چنگ و غباری کوچه و حوله های سرای را به آسمان برداشت. همه جا را پرده ظلمات فرا گرفته بود. در کوچه ها چشم کشاده راه گشتن نمی شد. بیرون از شهر در 4 طرف گلخن فروزان بود که علنگه اش به مثل بیرق جولان می زد. زبانه های سرخ چتاب آتش به هوا پیچیده از دورادور به چشم می رسید. به سری ستونهای غفص کله کنجاره نهاده، بینشان را با لته های روغن‌آلود پر کرده آتش افروخته بودند. در یک وقت افروختن 4 مشعل علنگدار از خوف و خطر خبر می داد. در حقیقت دربار زیر خطر مانده بود. در تکی دروازه قصر خان کوشک سپهسالار و در صحن حولی و باغ سرلشکران زد و خورد می رفت. علل خصوص در 2 طرف دروازه قصر خان جنگ اوج گرفته بود. دسته های خیانتکار در قصر با نوکران صادق تختمیش خان می جنگیدند. در بیرون دروازه بین اسکران سپهسالار و دسته های بیاری وزیر پنهانی آمده امیر تیمور حرب و ضرب سخت می رفت. جانبین یکدیگر را از تلپک و از کلاه خودها می شناختند. سپاهیان تختمیش خان به سر تلپک های گردکدار داشتند. به سر اسکران تیموری کلاه خود بود. دسته های علاهیده با یاری خیانتکاران و کوشک های سرلشکران حکمای دولت زده در آمده قریب همه ارباب دربار را در یک شب دستگیر نمودند. قسم زیادی سپاهیان سرای با کمک آدمان وزیر در جای خوابشان اسیر افتادند. پاسبانان به احاطه افتاده همه کشته شدند. هوسگل روزها چند ساعت خواب می رفت و شب هنگام میژه ته نمی کرد. امشب دلش آسوده نبود. دم به دم نزد تیریزه آمده به بیرون نگاه می کرد. 2 بار در پس درخت سرو سیاهی را دید که گاه پیدا می شد و گاه غیب می زد. هوسگل رفته کنیز را بیدار کرده به حرم خود آورد. ملیکه چه حادثه روی داد؟ به گمانم در پس این شمال دیوی کثافت پنهان است. در را قلف می کنیم. از زمین کن برآمده به خانه آشپز می رویم. انا نگاه کن، در اطراف بنا پاسبان ها نمی تابند. دیدی شخصان ناشناس این طرف می آیند. بگیر. خلطه پربار را به کنیز داده امر نمود. زود باش، ما به دست افتاده ایم. از ته خانه به صحن باغ راه پنهانی بود که نه همه می دانست. هر دو به دامنه باغ رسیدند و این وقت دری حرم ملیکه را کوفتند. ملیکه و کنیز به قفای درخت پنهان شدند و آواز وزیر برآمد که در را گشایید، ما با خان آمدیم. گفته فریاد میزد. نخواد خان آمده باشد. پیچراز زد کنیز. صبر کن، حالا معلوم می شود. صدا 2-3 بار تکرار شد، اما خود خان آواز نمی برآورد. ملیکه به اندیشه آن که خان زخمین است
با کنیز چند قدم پیش رفت. در تاریکی 3 نفر در دست مشعل اطراف بنا را از نظر می گذراندند و یکی به بالای سنگ ته کرسی برآمده خانه را با مشعل روشن کرد و خواست بداند که در خانه کسی هست یا نی. مسافه خیلی نزدیک بود و آواز مرد مشعلدار بر الله شنیده می شد. این مکاره همراه خان گریخته است، گفت وزیر. در زیر زمین باشد هم می یابیم. چنان می کنم که مانند پرنده رام شده به ساز من برقصد. به همه راه های اطراف پاسبان گذارید. هر کسی که به باغ براید دستگیر کنید، به نزد من بیاورید. سپارش داد وزیر و رفت. آن 2 نوکر همین جا ماند. ملیکه به اضطراب افتاده اعضای بدنش می لرزید. می خواست از قفای وزیر خائن، نابکار، رذیل گفته داد زند. کنیز از احساس او پی برده از بند دست ملیکه محکم داشته سر نمی داد. نوکران به قفای بنا گذشتند. ملیکه و کنیز پنهانی از پس بوته‌های گل برآمده تک تک دیوار به جانب آب برای باغ راه کشیدند. باد پسنده شده بود. هوا غبار آلود باشد هم نسیم بهاران به کس می فارید. ملیکه از غایت غضب با سری کتف زود نفس می گرفت و با شتاب می رفت. از پس دیوار صدای سومی اسب برآمد. هر دو باز ایستادند. از گفتگوی معلوم شد که سواره ها 2 نفرند. به جنگ تیموریان قایل شو، در یک شب پایتخت را گرفتند. چرا در یک شب؟ قریب 200 نفر 3 ماه می شود که در منزلهای ما جای گرفته بودند. به ضمن این دسته خیرخواهان ما هم 1 ماه باز عمل می کنند. مردم پگاه از خواب می خیزد که به تخت تختمیش امیر تیمور نشسته است. این سخنی آخرین آنها به زور به گوش رسید. ملیکه از تب و تفس به پای ایستاده نمی توانست. مدت در لب جویبار نشسته دست رو شست، کف پر کرده آب نوشید، برخیست و به راه افتاد. هر 2 زن به درختی توت لب جویبار برآمده به شاخ آن آویزان شده پس دیوار فرآمدند. از آنجا به طرف حولی آشپز روانه گشتند. هرگاه که از پیش یا از قفا صدای سومی اسب یا شرفه پای می برآمد، زود به میان درختزار پنهان می شدند. می ترسیدند که روشنایی شود، به دست می افتند. با تکاپوی زیاد نهایت به پس دیوار میدان آشپز رسیده گرد و اطراف را از نظر گذرانیدند و دیدند که هیچ کس نمی نماید. بیخواست فرق بینی افشاندن اسب شنیده شد. به قعر تاریکی ذهن مانده نگاه کردند و اسب سفیدی را دیدند که کشان در پای حلاس زده می آید. ملیکه تازان رفته اسب را به نزد دیوار آورد. از پای کنیز برداشت. وی اول بالای اسب بعد سری دیوار برآمد. خودش با چست و چالاکی به اسب سوار شد. از روی زین بالای دیوار گذشت و اسب را با پای زده پیش کرد و به باغ آشپز پریده فرآمد. کنیز را از کتفش داشته از دیوار فرآورد. در خانه آشپز چراغ فروزان بود. از پس تیریزه آواز خسته زنی گریان به گوش می آمد. ملیکه به کنیز آهسته یگان ناخوشی روی دادگی برین گفت. او به کنج دیوار خانه پنهان شد. کنیز به قفای تیریزه رفته به خانه نظر انداخت.
که زن آشپز سرش را با 2 کف دست داشته ناله می کرد. کنیز تیریزه را با انگشتش تق تق زد. زن رو گشاد. شمدان در دست پیش آمد. کنیز را شناخته اشاره کرد که درآید. ملیکه با کنیز پای به آستانه خانه گذاشته بود که کدبانو دست به گردن ملیکه انداخته هر دو را بردند. گویان فغان برداشت. پس خواجه را بردند؟ پرسید ملیکه. خود وزیر آمده برد. وعده داد که در پیش چشم شما ملیکه سر از تنش جدا می کند. می خواهد نشان دهد کی پالان به پشت است و کی تاج بر سر. وی تاج دولت را در خوابش می بیند. مادام که وعده به سرگیری داده است، من نیز باید سر از تن جدا کنم. ملیکه استغفر الله گویید. آدم کشی هنری زنان نیست. زن هم 2 مزاجه است. زنی که خود را شناسد امر وجدان را بجا می آرد و باید از خائن و نامرد جان ستاند. زنی که به ضعیفی تن داده است باید به کار مردان دست نزند. من حالا به امر وجدانم. در پیش هیچ کس خود را ضعیف نمی دانم. نگفتند که آنها را کجا می برند؟ چیزی نگفتند. یکی از نوکرهای وزیر را شناختم. وی سرباز لشکر خان بود. برای قماربازی اش از خدمت پیش کرده بودند. وزیر به بیرون حولی برآورده به وی فرمان داد که خواجه کمال را به زندان کنار دریا برد. پاسبانهای زندان را به قتل رساند و آدمان خودش را به جای آنها بماند. در حق خان هیچ چیز نگفت؟ نه، پاسخ داد و همانا سؤال کرد. ما با کدام راه برویم؟ به هیچ کجا نمی روید. تا پسنده شدن کشاکش ها اینجا می مانید. باور دارم که آنها باز می آیند، گفت کنیز. درست، من هم باور دارم. من شما را در جای پنهان می کنم که فالبین هم یافته نمی تواند. هر 3 از در برآمده به جانب مالخانه رفتند. در مالخانه گشاده بود. در یک سو گاوی دوشایی با گوساله اش، جای دیگر 4 سر گوسفند و در میانجا غنمی بیده و جواری پایه بود. زنی آشپز ملیکه و کنیز را به پس غنم برد. آنجا به اندازه 2 بوریا تا به میان آدم بندهای خس بیده را چیده بودند. کدبانو آنها را به سوی هوا داد. از زیرش تخته دستدار برآمد که آن سرپوش زمین کن بود. زن تخته را برداشته به دیوار تکیه داده شم گراند. خود با زینه به زمین کن فرآمد. بعد چند فرصت به ملیکه و کنیز گفت که فرایند. دیوار تهخانه سراسر با خسنه فرا گرفته شده. به شیفتش این چنین بندهای قمیش را به هم پیوسته آویخته بودند. تهخانه بیشتر به خیمه نیبندی شباهت داشت و خسپیچ شدن خانه برای آن بود که آواز بیرون نبراید. این خانه بلاگردان هر وقت ناتنجی شود، قومهای بیگانه به تخت و تاراج آیند، با بچه ها ما را در همین جا پنهان می کنند. بچه ها اینجا می آیند؟ پرسید ملیکه. نه، آنها را به حولی مادرم می برم. خودم به جستجوی شوهرم می روم. به نزد آن وزیر روسیاهی کورنمک می روم. به نان و نمکی داده ام راضی نیستم. همیشه گلی خان ما را می خورد. شوهرم از خان و از شما روستی طعامهایی با لذت پخته می داد. الها خورده اش از بینی اش براید. شما استید
من پوست و پلاسی تازه بیارم؟ کدبانو در اثنای راه گپ زده از زینه بالا برآمد. از بالا خبر داد که صبح می دمد. در اطراف هیچ کس نمی نماید. سپس به تهخانه چیز و چاره تازه، دسترخوان و نان و میوه، کوزه آب و کاسه و پیاله آورد. این چنین خبر داد که با کودکانش به حولی پدرش می رود. او سرپوش زمینکن را پایین فراورده به بالایش بندهای خسبیده چید. پس از رفتن کدبانو کنیز از ملیکه پرسید: ملیکه، شما به سخن زنی آشپز چی می گویید؟ به کدام سخنش؟ وی گفت که وزیر گل خانی او را می خورد. از خان و از شما پنهانی طعام پخته می دادند. وزیر به خواجه زندان مقرر کرده است. به حق آشپز چیزی نگفته است. این همه مرا به شبهه انداخت. می ترسم که ما را به دام پرتافته زن با شوهرش به اینجا با وزیر نآید. با که نی، آن وقت با وزیر حسابم را برابر می کنم. ملیکه بری کمزولش را کشاده خنجری در کمربند حمایل را نشان داد. وی هر سری چند وقت به من عرض می کرد که تیغی نگاهم سینه اش را شکافته است. می خواهم که امروز گپی وزیر به حقیقت تبدیل یابد. شاید سرپوش را برداشته توانیم. اگر می توانستیم در را می کشادیم، از این دام خلاص شده برآمده می رفتیم. نمی خواهم که زنی آشپز ما را گریزپا گوید. هرچی پیش آید از قسمت پیشانه گفته در همین جا می مانم. من چندین بار به قیافه زن نظر انداختم. چشمش به چشمش افتاد، ولی علامتی بدکرداری به نظر نرسید. توکل به خدا می گوییم و می شینیم. در کوچه های سرای مردان جنگی امیر تیمور به 4 طرف تاخت می آوردند. به آنها از نوکران یا عملداران دولت آلتین ارده راه بلدی می نمودند. دسته دسته به حولی های ثروتمندان، ارباب سلطنت، سپه سالاران لشکر در آمده مال و زرشان را طلب و تاراج می کردند. اگر صاحبانش در خانه باشند، با تازیانه زده با مال و چیز گرفته می بردند. زنان و کودکان در کوچه و پس کوچه ها داد و فریاد کرده از قفای عرابه های پربار می تاختند. اما در شهر شخصی فریاد رس نبود. حادثه ها پی هم از روی رسم و آیین جنگ و جدال و تعامل غالب و مغلوب رخ می دادند. مردمی که بارها به زور آوری دچار شده اند، جان به سلامت بردن خود را دولتی گرانمایه می دانستند و سر به رضای انداخته خاموش می نشستند. به درگاه اشخاصی که سخت مقابلت نشان می دادند آتش افتاد. شهر میدان آتش گرفته و دودخانه حمام را می ماند. زنی آشپز از بین تاراجگران و بداد آمدگان گذشته به میدان قصر خان نزدیک شد. در اطراف قصر به مثل دیوار قلعه 7-8 قطار سپاهیان سراپا مسلح بودند که نه کسی را در آمدن میمانند و نه برآمدن. دم به دم به صحن دربار گروه گروه سربازان اسیر افتاده را می آوردند که همه زخمین و معیوب بودند. زوجه آشپز به گرد دیوار نوکران می گشت، اما رخنه‌ای پیدا نکرد. ناامید شد و نمی دانست به کجا رود. درک شوهرش را از کی پرسد. مایوس و روح افتاده شده اشک ریخته می آمد. بیخواست کسی به سر کتف زن دست نهاد.
زن از ترس گویان داد زد. رو به قفا گرداند و دید که شوهرش در برش ایستاده است. خواست فغان بردارد، خود را به آغوش او اندازد، ولی آشپز انگشت به لب برد که آواز نبرارد. هر دو به حولی برگشتند. به تهخانه عاقل در آمدند. دیدند که ملیکه و کنیز راست ایستاده اند و تیارند به هر کسی بیگانه درفتند. السلام علیکم. آشپز با احترام به ملیکه تعظیم نمود. ملیکه علیک گرفت و پرسید که خواجه کمال کجاست؟ ملیکه تا بد نگویید نیک پیش نآید. امشب شاعر به دست قاتلان می افتد. وزیر امر داد که او را محو کنند. امیر تیمور وعده داده است که هر کسی شاعر را به دربار آورد 10,000 تنگه طلا می دهد. وزیر به تهلوکه افتاده که سرش فاش می شود. مرا به زندان زیر قصر انداخت. بعد رفتن وزیر یکی از جوره های قمارباز برآورده گریزاند. من هم تا شب به زنده ماندن فرصت دارم. زود از اینجا رفتن لازم. اگر به دست نیفتیم بعد با مصلحت عمل میکنیم. رفتیم. اولی شب زوجه آشپز با ملیکه و کنیز به لب سای قوش آسیا رسید. من دیگر با شما رفته نمیتوانم. دیدید که در سری همه راه و پیراه ها پاسبان ها ایستاده اند. در پهلوی اکثر آنها آدمان وزیر می ایستند و همه ما را می شناسند. شما سرسری مرزه سای تا پسخمی آب پرتای آسیا روید. به آنجا که رسیدید آن طرفش صحرا. از میدانچه گذشته به لب دریا می برایید. در نزد مسجد با زندانبانها وامی خورید. آنها قمارباز را به شما یافته می دهند. من پس می گردم. در سری زهبوری بری چارمغزدار شما را انتظار می شوم. ملیکه و کنیز راضی شدند. با شتاب می رفتند. به پستخمی آب پرتا نرسیده از پس درخت 2 نفر برآمده پیش راهشان را گرفتند. استید، کجا روانه اید؟ چرا پیراه را مانده به بیراه می روید؟ به سؤال و جواب وقت ندارم. مرا نزد پاسبان ها بر که اگر دیر مانم بدبختی روی می دهد. چه خیل بدبختی؟ به تو گفتم که به سؤال و جواب وقت ندارم و همه چیز را دانستن تو شرط نیست. دوغ زد ملیکه. کو پیش درا، زودتر به نزد سردارت ببر. اگر دیر مانیم و فلاکت روی دهد گناهش به گردن تو می افتد. وی تیز تیز قدم می زد. در عین حال سخنش را ادامه داده سرباز را نیز دوانده می برد. کنیز از جسارت و فرمان فرمایی ملیکه در حیرت بود. وی بار اول می دید که با چنین ثباتکاری هوسگل با مرد گفت و شنید می کند. آنها از چند تن کوچه به راه وسیع برآمدند و دیدند که در میدان دسته گلخن افروخته صحبت آراسته است. سردارت را فریاد کن پیش آید. من سخنی مخفی دارم. سردار، بانگ زد نوکر، شما را فریاد دارن. کاری ضرور برآمد. زودتر بیایید. مردی چارپهلوی پایهایش کوتاه کتف جنبانده پیش آمد. ملیکه به هیچ یک پرسجو از دستش داشته کمی دورتر برد و به یگان مقدمه از بغل همیان برآورده به دست سرداری پاسبانها قپاند. اینجا 5,000 تنگه طلا. به من یاری دهید. کار به خوبی انجام یابد باز 5,000 تنگه می گیرید. اول از مطلب گپ زنید. سخنی ملیکه را برید سردار. با من چنان گپ می زنید که گویا دیر باز داد و معامله داشته باشید.
برادر مرا ببخشید. این زمان جان شخصی بزرگ زیر خطر است. جان خان مگر؟ به وهم افتاده پرسید مرد. نه، جان شاعر خواجه کمال. چی؟ شما میدانید او در کجاست؟ چرا تیزتر نگفتید؟ به یافتن او امیر تیمور 10,000 تنگه مکافات اعلان کرده است. تنها راستش را گویید. من برای کاری ثواب روانه ام و دروغ نمی گویم. من هوسگل، زوجه خردی تختمیش خان. زنی تختمیش خان؟ گویا این سخن مشتی سنگینی بود که سردار به سر خورد. این زمان پاسبانی فریاد زد: سردار، 2 نفر را دستگیر کردم. شخصانی خیلی شبهناک میتابند. اینجا بیار. 3 پاسبان، 2 مرد و 1 خچیر عرابه را به نزدش آوردند. با ما گپ زدن نخواستند. میگویند که با سپارش میرشب میروند. کدام میرشب؟ میرشب منم. خود شما کیستید؟ ما از محله بالا. از کجا؟ از دیهات. شبانه کجا می روید؟ مگر نمی دانید که برای از شهر بیرون رفتن رخصت نیست؟ در راه 2 تا پرچوب چرخ شکست. ملیکه چشم به پرچوب های چرخ دوخت و دید که همه جا به جا و کهنه اند. تا استا یافتیم ساز کردیم که وقت گذشت. ملیکه دید که در عرابه از زیر بند هیزم چیزی می جنبد. در این قریبی ها هیچ کس را ندیدید؟ پرسید میرشب. نه ندیدیم. زبان خواهی کرد یکی. چرا نمیگویی؟ بانگ زد دیگری. دیدیم. 2 نوکر 1 بندی دست بسته را برد. ما آنها را در مرز شهر دیدیم. ملیکه از قفای عرابه برآمده به میرشب به بار عرابه اشاره کرد. هیزم در روی عرابه به جنبش آمد. دیدید در زیر تاک پله چیزی بیقراری دارد. با امر میرشب نوکران به عرابه برآمدند. از زیر هیزم 1 بند رسمان پیچ نمودار بود که به ایست می جنبید. یکی از نوکران کاردش را از غلاف برآورده رسمان را برید. عرابه کش به سینه ملیکه با کارد زد و راه گریز را پیش گرفت. دارید، بانگ زد میرشب. 2 تن شمشیر از نیام برآورده از قفای عرابه کش تاختند. میرشب به بیخ گردن مرد دویم دستش را تیغ نموده چنان زد که وی کلوید و به زمین فرو افتاد. نوکر به سر کتف افتاده سوار شده دستش را به پشتش تاب داد و دویمش آمده بند پیچ کرد. کنیز خود را به زمین پرتافته سری ملیکه را به آغوش گرفت. دادگویان فغان برداشت. ملیکه‌ای به عشق صادق من، این چی بلا بود که به سری شما آمد؟ سر به سری زانو نهاده عرق روی و پیشانه زخمین شده را پاک کرد. دستی ملیکه را داشته دید که آن به مثل چوبی آتش گرفته می سوخت. تعقیبگران برگشتند، خبر دادند که جان گریخته را به جبار سپاریده اند. نوکری که در عرابه بود خواجه کمال را از بند آزاد کرد. از دهانش لته را گرفت و دید که از دهان و بینی خونابه می رود. خواجه شتاب کنید، من به شما انتظارم، گفته نالش کرد ملیکه. خواجه کمال برابری شنیدن آواز ملیکه درد را فراموش کرده از عرابه جهیده پایان فرامد. ملیکه را آغشته خون دیده نابکاران گفته فریاد زد. به زمین از بری هوسگل نشست، سرش را به آغوش گرفته دستانش را به گردن انداخت. خواجه، شکر حق که از شما اینقدر مهربانی میبینم.
این آرزوی دیرینه من بود. از پنجه های شما بوی و رایحه اشعار عشق می آید. من خوشبختم، چی مرگ والایی که در دست شما، در دست شاعری عالم شمول جان می دهم. قطره های اشک از دیده شاعر به رخساره رنگ پریده هوسگل می ریخت. آنچه از دیدگان شما می ریزد اشک نیست، دردانه دریای عشق است. هرچی بیشتر بریزد که آن به کفن من آب زمزم می شود. شنیدید میرشب، مرا به آب نشویید، همچون شهید راه عشق به خاک سپارید. می خواهم در همین سر و لباس که به آن دست مبارک خواجه کمال رسیده است و با اشک دیده او به خاک روم. می خواهم روز قیامت با بوی نفس خواجه از خواب ابد بخیزم، اشک شادی بریزم. باز می خواهم با زبان عشق آواز برارم و شعر از اشعار شما قرائت کنم. غزل بخوانید که سرودی واپسین من باشد. خواجه کمال با آواز خسته با عذاب قرائت می کرد. دوستان، مرحمتی بر دل بیچاره من که برفت از بر من یار ستمکاره من. دل نهادم من مسکین به هلاک تن خویش، چی کنم در غم او نیست جز این چاره من. وای بر جان من و بی کسی و تنهایی، که نبودی غم او مونس و غمخواره من. هوسی لعل لبی او به خرابات مغان، کرد صد پاره گرو خرقه صد پاره من. ای صبا گر گذر از کوی دلارام کنی، باز پرسی خبری زین دل آواره من. دارم امروز سری آن که کنم جانبازی، گر قدم رنجه کند دوست به نظاره من. گر نیارد به زبان سوزی تو چون شمع کمال، خود گواه است بر او گونه رخساره من. ملکه مصری دل نهادم من مسکین به هلاک تن خویش را تکرار کرد. نفسش تنگی کرده کلمه ها را کنده کنده سخنش را ادامه داد. مرا گناهکار می کردید که باعث بدبختی شما هستم. قرضم را به نزد شما ادا کردم، شتاب کنید. امیر تیمور به شما انتظار. سرش تاب خورد و بر روی دست شاعر جان داد. کمال با دیده گریان برخیست و با یاری سربازان جسد گرم هوسگل را با احتیاط برداشته به عرابه گذاشت. امیر تیمور به تخت سلطنت تختمش خان با فراغت می نشست. در پهلوی راستش لشکرکشان، عملداران عالی مقام همسفری او با شادمانی و غرور صف آراسته بودند. از طرف چپ وزیران، ارباب دولت و لشکرکشان بی سلاح مغلوب شده قطار می ایستادند که اکثر زخمین و سر و لباسشان دریده و مایوس و مستمند بودند. سرلشکری تیمور به مثل آن که صید را از نظر می گذرانده باشد، از نزد هر یک اسیر گذشته با دقت به حال و احوالش اعتبار می داد. از قفای او دفتر به دست ناظر قدم می برداشت و هرچی سرلشکر فرماید نوشته می گرفت. معاینه احوال روحیه تسلیم شدگان به پایان رسید. سرلشکر
از پهلوی چپ امیر تیمور آمده راست ایستاد. تیمور از جای برخیست و به مغلوب شدگان خطاب کرد. مرا متهم می کنند که قتل عام به کار برده غلبه به دست می آورم. بگویید اگر قتل عام به کار می بردم شما زنده می ماندید. خود می بینید که همه سلامت مانده اید. اگر تا آخر عمر سلامت ماندن خواهید دو شرط مرا قبول می کنید. صف اسیران به جنبش آمد. هر کدام پیچ راست زده اندیشه خیش را در این باره به یکدیگر اظهار می کردند. امیر لب فرو بسته بود. در انتظار بود که صحبت دمدزدی کی به پایان می رسد و می خواست بداند که با چی انجام می یابد. خوب شد که با هم مصلحت کردید، افزود امیر. شرط یکم، خود همین روز تختمیش را یافته به دست من می سپارید. شاعر بزرگ دوران خواجه کمال خجندی را از هر جای باشد پیدا می کنید، با عزت و احترام به دربار می آورید. شرط دویم، مردانوار قول می دهید که به هر شخصی به خانه آلتین ارده تعیین شده صادقانه خدمت می کنید. شرط دویم اختیاری است. هر کی راضی نباشد پیش براید، عرض کند، با وی علاهیده گفتگو می کنیم. به جستجوی خان و شاعر با هر یکی از شما 10 نفر سپاهی و 1 نفر از سرداران دسته می روند. نوبت سخن به شما. کی چی می خواهد بگوید؟ امیر: من مرد جنگیم. به پیش برآمد لشکرکش زخمین که از دست لطپیچش خون می زهید. من بارها در میدان غالب آمده ام. زخمین شده ام. به هر برد و باخت تاب آورده بودم. ما را امروز خیانت سر به زمین افکند. تو راه فریب را پیش گرفتی. صبر کن، دست برداشت تیمور. مادام که مرد جنگی هستی بگو، فریب به علم حرب بیگانه است مگر؟ من خیانت را فریب جنگی نمی دانم. خیانت دیگر است و فریب دیگر. بسری مطلب بیا. ما همه راضی هستیم که خان و شاعر را پیدا کنیم، به نزد تو بیاریم. به این قول می دهم شخصا من به این شرط تو راضی هستم. به شرط دویم در صورت راضی می شوم که تو خائن را خان تعیین نکنی. آنی را که من تعیین می کنم تو از کجا می دانی که او خیانتکار یا نه؟ این گرفتاران بند وطن فروش کیست همه می دانند. دیده عرض می کنیم شما شرط اول را اجرا کنید. از دروازه حلقه‌دار کنگره‌بندی تختمیش خان وارد شد. از عقب او سپهسالار با سری لطپیچ و 1 نفر سرباز در آمدند. خان دست به پیش گرفته به تیمور تعظیم کرد. من مهمانی تو نیستم که چنین اعزازم بکنی، خطاب کرد تیمور. من فاتح رزمم و تو را همچون میدان گریز به حضور من آورده اند. تو باید در پیش پای سرلشکران غالب سر به تعظیم بیاوری. شاهان را احترام شاهی نگاه داشتن می باید هرچند او مغلوب است. خوب گفتی. اگر تو شاه می بودی احترامت می کردم.
تو خانی وعده خلافی، به قول تو باور کردم، حرب و ضرب را قطع نمودم، با تو پیمان بستم، ملک را ضبط نکردم و برگشتم. دروغ میگویی، من دروغ میگویم؟ تو به ملک من سرخسته دیدی، ولی خونی بینی شدی. زود دریافتی که میدان آراسته کنی، سر به اینجا مانده می روی. شتاب نمودی، به نزد ما شرط ها گذاشتی. نخواستم خون بریزم، ما هم به همین باعث شرط تو را قبول کردیم. من هر خراجی که به عهده داشتم سری وقت به تو فرستادم، اساسی نداشتی که دوباره به سری ما لشکر بکشی. با بهانه خراج از توانا و ناتوان چند برابر زیاد انداز می ستاندی و این همه بیدادگریت را به عنوان من می نوشتی. خود عیش و عشرت می آراستی، به ویران شدن ملک اعتبار نمی دادی. این بهتان است. خان برآشفته قامت راست کرد و قدمی به پیش نهاد. می دانم که برای خونریزی ها به تو بهانه لازم بود. انا امیر تیمور از کرسی تخت کاغذی درازی را گرفته به حاضران نشان داد. در این نامه حال و احوال کشور، درد و الم فقرا، بیدادگری های تو به پررگی ثبت شده است. نامه ساخته، سراپا دروغ. صحبتی با ملیکه کرده اش به یادش رسید و به دور و پیش چشم دوانده وزیر را می جست. وی در قفای اسیران تنی تنها می ایستاد. وزیر، فریاد زد امیر تیمور، از صف برآ، پیش بیا. وزیر سر و لباسی با کر و فر پوشیده، نسبتی دیگر اهل دربار آلتین ارده آراسته و پیراسته بود. در قیافه او آثار از غم و اندوه پدید نمی آمد. شادمانی می کرد که نوبتی حکمرانی اش رسید. وی اکنون با بدخواهانش حساب برابر خواهد کرد. وزیر به تیمور سری تعظیم فرود آورد. اسیران به جنبش آمده، در بینشان غلاغله خیست. خائنی نابکار، لعنت به تو وطن فروش. خان ببین در برت کرا پروریده بودی. بس کنید، دهان بپوشید، نوبت سخن به شما نیز می رسد. وزیر، تو تصدیق می کنی که در نامه عیش و عشرت دربار خان ناله و فغان بیچارگان درست آمده است. بالاخره آنها از ما مدد خواستند که از بیدادگری های خان آنها را آزاد کنیم. بله، خود گواهی آنم که ظلم و استبداد از حد گذشته است. تو رذیل آن را از حد گذرانده‌ای. تیمور دست برداشته بود که 3 نفر به قفای سری اسیران گذشته کسی داد زده را به جستجو در آمدند. تیمور خطاب نمود تختمیش خان، من کور بودم که در برم خائن می پروریدم. هوشیار باش که تو نیز بدمی او می افتی. خدا را شکر که چشم بینا و عقل سالم دارم. به مثل تو عیش و عشرت مینه مرا خراب نکرده است. می دانم تو هر سری چند مینه با خونی آدمان می شویی. از بین اسیرانی در قفا بوده مردی ریشدرازی سال خورده بانگ زد. اگر مردی پیش برا تا شکل و شمایلت را ببینم. شما گفتاری 18 را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که به 675مین سالگردی بزرگداشت کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتاری ادبی از سلسله
خوانش بدیعی.